بسیار کوتاه قرآن و سنت پیغمبر، سخن الله رسول قرآن، سخنهای کوتاه، کلمه‌های کوتاه، کلمه‌های کوتاه، یکی بسیار معنی عجیب داره. یک روز آیتی که ما برای شما بیان میکنم، یک کس میپرسه که خب بابی جان برای ما بیان کن متقین کیست، محسنین کیست؟ در همین آیه الله سبحانه و تعالی وصف جنت را میکنه، وصف متقیان را میکنه، وصف نیکوکاران را میکنه، آخر پاداشان را بیان میکند. مثلا الله سبحانه و تعالی میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من نفخه و حمزه و نفسه بسم الله الرحمن الرحیم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الله سبحانه و تعالی میگه که ای بندگان من، سارعوا امر است، ای بادرو، بشتابید. و چی بشتابید؟ به سوی طاعت الله، به سوی طاعت رسول خدا بشتابید. کدام سو بشتابید؟ در گناه نه. الله ما را امر کرد که بشتابید به سوی طاعت ما. هنوز وقت دارید، هنوز فرصت دارید، زنده ای پیش مرگ، بشتاب به سوی طاعت الله و به سوی طاعت رسولش. بعد به چی نائل میشی؟ الی مغفرت من ربکم، به سوی مغفرت الله نائل میشی. به سوی چی؟ به سوی طاعت الله و به سوی طاعت رسول خدا. نجات ما و شما در همین دو چیز است. نجات هر فرد مسلمانی کره زمین، 2 میلیارد در کره زمین زندگی میکنن، نجات چی است؟ قرآن و سنت. کسی پیرو قرآن و سنت شود، الله را چی میتید؟ نجات میتید. همچنان که الله سبحانه و تعالی در سوره نیسان بیان میکند ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم و آمنتم و کان الله شاکرا علیما. الله سبحانه و تعالی میگه که ما یفعل الله بعذابکم. الله میگه چی رسیده است که من شما را عذاب میکنم؟ برای چی من شما را عذاب میکنم؟ من شما را عذاب نمیکنم. سبب عذاب کردن من شما را چی است؟ نافرمان برداری خودتان است. شما مرا اطاعت نمیکنید، رسول مرا اطاعت نمیکنید، سخنای مرا شما پسند نمیکنید، سخنای رسول مرا شما پسند نمیکنید. بعد من مجبور میشم، الله سبحانه و تعالی میگه که من شما را چی کنم؟ مصیبت عطا کنم. نه که در صورتی که شما اگر شکر کنید در مقابل نعمت ما دادگی، در مقابل همه نعمت و ما بكم من نعمت فمن الله، هر نعمتی که در تاست الله میگه از جانب من است. تو اگر شکر نکنی، تو اگر به من ایمان بیاری، به رسول من ایمان بیاری، به قرآن و به سنت عمل بکنی، من شما را عذاب نمی کنم. لیکن سبب عذاب کردن ما چی است؟ شما متکبر میشید. بعضیتون وقتی کم بغلید بایتون میکنم دیگه، نه قرآن را گوش میکنی نه سنت پیغمبر خدا را گوش میکنی. بعد الله چی میگه؟ عذابتون میکنم. الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ اگر شما شتاب کنید به سوی طاعت الله و به سوی طاعت رسول خدا، من شما را نائل میگردانم به سوی مغفرتم، شما را گناهاتون را ستر میکنم، میپوشانم، گناهاتون را میبخشم. با کجا؟ و جنتین، به سوی به جنت نائل میشید. کدام جنت؟ عرضها السماوات والارض. پهنای جنت 7 طبقه آسمان و زمین بر بگذار، پهنای جنت انمو قدر است. یعنی درازی جنت پهنایش برابر است. برای چی؟ برای که وقتی که در آسمان است، در آسمان است که آسمان خوب است، ای 7 آسمان که بالا است جنت، برای همین سبب درازی جنت و پهنایش برابر است. پیغمبر علیه السلام در حدیث میگه که اذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وفيها وسقفها عرش الرحمن. پیغمبر علیه السلام در حدیث صحیح چه میگه؟ وقتی که شما جنت پرسیدید از الله سبحانه و تعالی، جنت الفردوس سوال کنید. بگه خداوندا در سجده هاتون، در رکوعاتون، در بین 2 سجده بگه خداوندا ما را جنت الفردوس نصیب کردن. برای چی؟ برای که بالاترین جنت، طبقه جنت، جنت الفردوس است و از همه با آبروی
جنت همه جنت با آبرو است، لیکن آبروترینش از همه، یعنی از همه با آدمای با قدر همونجا ده. کسی که طاعت خدا را کرد، طاعت رسول خدا را کرد، الله سبحانه و تعالی جنت الفردوس نصیبش میکنه. پیغمبر علیه السلام میگه وقتی شما جنت پرسیدید از الله سبحانه و تعالی، جنت الفردوس سوال بکنید. برای چی؟ بالاترین جنت و از همه بالاترین جنت جنت الفردوس است. و از همونجا باقی مانده پایانی طبقه 6 طبقه دیگه جنت آب از همونجا جاری میشن. اول اونا می نوشن، بعد پایانابش کجا میرن؟ 6 طبقه جنت دیگر ده. و پتلوکی جنت الفردوس عرش رحمان است. پتلوکی جنت الفردوس عرش رحمان است. از وی الله است، از الله بالاتر دیگه یگان مخلوقات وجود ندارد. برای این سبب الحمدلله رب العالمین الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ اعدت للمتقین، انمی جنت زیبا را الله چی میگه؟ آماده کرده من برای چی؟ برای متقین، برای تقواداران. بعد کسی میپرسه که تقوادار کیست؟ با الله خودش در دوام آیات بیان میکند الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صفاتای متقین الله میکنه. متقین کیست؟ کسی که خرج میکنه مالشه در حالت کمبغلی و بایی، در حالت خرسندی و غمگینی، در حالت کسلی و صحتی مال صدقات میکند. یکم صفت جنت متقی همین است، یعنی هم در هیچ حالت صدقات فراموش نمیکند. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. با دیگر صفت متقین کی است؟ قهرش فرو میبرد، یعنی غضبش میآید چیکار میکنه؟ خودش داشته میتونه. چه خیلی که پیغمبر علیه السلام اصحاب پرسید که پهلوان کی است؟ اصحاب جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن که پهلوان کسی است که خود در معرکه چند کس میغلطونه. پیغمبر علیه السلام نگفت پهلوان میدونید کیست؟ گفت که پهلوان گفت که الشدید پهلوان کی است؟ الذي يملك نفسه ليس شدید بسرعه. گفت که او سخن شما نیست، او در معرکه چند کس میغلطونه، او پهلوان نیست. ليس شدید بسرعه انما الشدید الذي يملك نفسه عند الغضب. پهلوان کسی است که در حالت غضب قهرش فرو برده میتونه، خش قپیده میتونه، خش قپیده میتونه. همچنین یک جوانی آمد نزد پیغمبر علیه السلام گفت که یا رسول الله اوصینی، مرا وصیت بکن، مرا نصیحت بکن. و گفت لا تغضب، غضب نکن بچم. و کرر مرارا، هر باری که جوان میگفت که مرا نصیحت کن، پیغمبر علیه السلام میگفت که غضب مکن، غضب مکن. یعنی همه پرابلم انسان از چی پیدا میشه؟ از غضب پیدا میشه. یک انسان غضب میکنه زنش طلاق میکنه، یک انسان غضب میکنه طرف مادرش داد میزنه، یک انسان غضب میکنه طرف پدرش داد میزنه. یعنی همه دوستای نزدیک ده به سبب غضب میرنجونی. داولین خودش بلند نشون میزنه. به سبب نگاه کن غضب نعوذ بالله زن تا طلاق میکنی. بهترین یعنی نزدیکترین که سبحان الله دوستش میداری، حالت غضب رو چیکار میکنی؟ طلاقش میکنی، میزنیش، سرش میکفونی، یا که طرف اوچجا رو داد میزنی. برای این سبب چی صفت متقین چی بود است؟ یکمش صدقات میکردگی ها، دویمش کسی که قهرش فرو میبرد، سومش والکاظمین. خب گفتیم که الذين ينفقون في السراء والضراء، خب والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. سوم صفت متقین کسی که مردم میبخشد، مردم میبخشد. چقدر میبخشد؟ یک کس در حالت کمبغلی، در حالت بیچارگی، یک کس ظلمش کردگی است، ظلمش کردگی است. یک محل او آدم، او ظالم پس میشد و این مظلوم بلند میشه. انمی حالت قدرتی داره که همو را چیکار کنه؟ قدرتی داره که همو را عذاب بتید یا که یگان مصیبت را گرفتار کنه. لیکن چی میگه؟ بخشیدم، بخشیدم. الحمدلله رب العالمین. جناب رسول حضرت ابی هریره روایت میکنه، حدیث در امام بخاری، امام مسلم. پیغمبر علیه السلام میگه که وقال النبی صلی الله والذی نفس محمد بیده. پیغمبر به سه چیز قسم کرده است. جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به سه چیز قسم کرده است. یکمش ما نقص مال من صدقه. قسم به الله که مرا پیغمبر فرستاده است، مال امت من از صدقه کم نمیشد. باید ما صدقه نترسیم.